زیر شلواری بیارم نشون نذاشت. ما بعد چیزی که اومدیم لباس بگیر از حاجی بگی عکس هنری بگی داشته باش. در بچگی در ذهن آدم نقش ببنده تا آخر عمر باهاشه. ما خاطراتی که دیگه داریم می‌اومدیم اینجا الاغ سواری، من فکر میکردم کلا الاغ مال اون نه به من کلک میزدن آقا چی اما هیچی نداشت. لذت دنیا رو بود. آره اولش که بنده میدونی اولش اما جهاز اینه کی به دادمه؟ نه زن اولش مادرش چیز بود دیگه. مادر اما نه ایران. نه ایران بود. نه ایران اولیش بود بابا. نه ایران نه ایران بنده خدا میدونی که مادر دایی احمد آقا دیگه. مادر احمد نقدی. مادر اون بود بنده خدا. بعد دیگه رفت سراغ مادر بزرگ ما. آره زن خانم ما گرفت. مادر بزرگ شما نه. مادر بزرگ شما نمیشه. مادر بزرگ شما فوت کرد. آره نه خب به هر حال ناتنی. ناتنی میشه. آره. من خانم حاجی علی یعنی میشده خانم پدر بزرگ شما. اون اول حاجی علی گرفت، بعد که فوت کرد اومد حاجی علی چیز اماج آقا گرفت. روزگار اینجوری یه خاصیات من یاد میاد بگم اینجا بود. بابام میگفت چیز ببر وقتی میبردم یه خاصیات کوچولو داشت. ما میریم آلوچه گوجه میچیدیم، خرشون بالا میدیدیم میرفتیم. نه میومد سر صدا میکرد. میومد اگه خرش بود نمیرفتیم. وقتی خرش نبود میدیدیم آلوچه میچیدیم. میومد سر صدا میکرد. پس حاجی وحید رو دیده جدید زیاد. آره آقا وحید که پارسال دیده. قدیم اینجا زندگی میکردن. این سقف گفت این حدوداً 100 سال پیشه. آره این مخصوصا دود دادن و اینجوریشه. نه قیف واشتن کشیده ایونا اینا. نه تنوره. اگه کسی شب بیاد اینجا میدونی سکته میکنه؟ حالا ما که عادت کردی. چرا؟ این جسدی که اینجاست. چجور بستنش؟ این لوله هست. این روکش لوله هست. رضا بسته آورده علی. آره این پله‌های قدیم ما اینجا بود. نگاه میرفت اینا آقاشون زیر. آره باید. این الان من یادم این ساختمونو. این که اومدیشون ببین. اون خونه آوار اون زیر نیت. این طویله بابام مثلا دیگه الانم بازم هست چون چیزای تازه خر همسایه‌مون خر داره. آره چیزای تازه توش زیاد داره. اینجا همه خراشونو بستن جلو در. قدیم اونجوری بود. الان همه ماشینا شد چیز دیگه. خرا شده ماشین. سلام آش خانم. سلام علیکم. احوال شما؟ شب شما بخیر. سلامت بیا خدمت. خداحافظ. خداحافظ.
دهات نسبت به ارتفاعش ارتفاع کپ چیزی گذاشتن سوزنده آره نه اومدن خودشون خیلی اومدن کمک کردن و ساختن اینجا رو سری گچکار اومدن خودشون گچکاری کردن این عکساش هست این مال مثلا 40 سال پیش یادم نامردی نکرد آتیش کجا روشن کرد کجا بغلش چیز هست گفتی که اینجا یه گوسفندا رو اینجا میکشن قربانگاه خونا میره کجا؟ خونا اینجا محل پارک بازی بچه‌ها چیزا رو اینجا بازی می‌کنن خانه‌اش در دهمانی است جدایی دهمان بی‌نوا بی‌خبر از حال و هوای دهمان آره معلومه این درخت‌ها بازم البته یه مقدارم اینا چیز میشن با محیط سازگار میشن آره اینجا که سرویس بهداشتی زنان و مردان خب سرویس خانه را دید خدا را نولی با همه بیگانه شده است غافل از آن که خدا در همه جای دهمان بی‌نوا بی‌خبر از حال و هوای دهمان بی‌نوا زیارت قبول به جای همه زیارت کرد اگه حاجی رضوان تونست تو این هفته چی اسمش ویزای خانی رو بیاره دفعه بعد میریم اینجا خیراتی نزدی میدیم یه حرکتی میکنی خودت میدونی حاجی رضوان یه هفته دیگه اگه ویزای بانی اومد دفعه بعد میریم اینجا خانه‌اش در دهمانی است جدایی دهمان بی‌نوا بی‌خبر از حال و هوای دهمان بی‌نوا بی‌خبر از حال و هوای بگیر شما بگیر تا کجا؟ تا همین لب این دیواره
اینجا کوچه روبروی زمین پدریه که بلای یار خطر دارد جدایی به حال بی ثمر دارد جدایی بیا که قوتیه توی جانشینی که مرگ بی خبر دارد جدایی قدر رو سر کنید آی قدر رو سر کنید شب را سحر کنید غم دنیا را از سر بدر کنید غم دنیا را از سر بدر کنید زندگی چیست خون دل خوردن زیر دیوار آرزوم تیران چیز کردن که استحکام دادن بهش ضعیف شده بوده. این برای فاضلاب اینجا رو کندن، فاضلاب دادن آینه ما نیست یک رنگ باشد روز و شبه یک رنگ باشد روز و شبه گذشتم که تو سالار دلبران بودی خدای عشق من یار دیگران بودی گذشتم که ز درگاه خویش میراندی مرا به تلخی و شیری درخت‌ها هنوز آلبالو و گلابی ها این همه ریخته پایش گیر جمع کنه. ببخشید بفرمایید. یه دفترچه در این نظرت بفرمایید. این دو شاخه بودش دو شاخه بودش شاخه باد زد شکوندش بعد بابام گفت که برو سنگ ورد بیا بکنید تو این درخت کردیم دوباره جمع میشه. این درخت خاصیت داره اگه باز میشه اگه لاش سنگ چیکار کنید جمع میشه. جمع میشه بله. چه سنی بوده آقا این سنگ در رو؟ حدود 50 سال پیش 50 سال پیش چه باصفا بله فوق العاده کسی نیست که بگردیم داداشم روزا میاد شیشه واقعا پنجشنبه جمعش میاد ولی دیگه این درختیه دو جا فرمودی حدوداً چقدر 1000 سال آره دیگه از بدنش معلومه این چه چندین نسل و اینجا بیا بفرمایید. ببخشید همین قشنگ درخت‌ها رو مالا تا بالا میتونه درخت گردو و آلبالو بیا پایین یه نفس نمیاد. آره اینجا فضای شما خیلی عالیه. نه این الان براتون تعریف این گلابی چی هستش.
نه اصلا بچه‌ها بگی بابا رفته پیش آقا سمی. حالا بریم یه جام داریم سرد خط ترش. میگه که بچه‌ها زنگ زدن. آره. حالا بریم اونجا رو ببینیم. بچه‌ها اصلا اصلی ان شاءالله خدمتتون. بچه‌ها رو میام دور بزنم میام خدمتتون. میخوام اونم ببینیم بعد. حالا بریم. خوشبال بچه‌ها این دور زمونه دیگه. قدیم میومدیم چه مکافاتی و یه موقع خانوادگی هستن میخوان بمونن چند شب زنگ بزنن اینجا واقعا رضا اونم ساختن این چیزایی اون بالا. بله ساختن. ولی خب بار گرم. نه اون بالا خوبه اینجا. گرگی تو گرگی گرم. اینجا خب اینجا فد. اینجا اسم محله چیه بودم؟ کوچه اسپین. کوچه اسپین؟ آره نه اسم کوچه اسپینه. اسپین. اسپین. دیگه میریم تو محله خیبر و ما از محله خیبر میریم بالا سر قبر حاجی نوروز و پدر بزرگ شما و پدر بزرگ در ذاتش بود. اینا مدل بالاهای اینجا. دارم میرن به طرف این فامیلمونه که پسر محمد بود دیگه. سربازه چی بود؟ این محله خیلی ای بیدی هر که بازو بیاد بکدم پای قبل بابا پیرمرد پیر زنها رو میرسونیم دیگه. خیلی هم اومدم به شدت شکلات هم بهشون میدادیم خودو خیرات میاره دیگه در خونه ایشتن اینجا محله خیبره. اون جلوتر مانداره. میریم الان به طرف ایوانکه. اینجا پرهاشیه اینجا باید یه بوقی بزنیم. اینجا کجا؟ اینجا همونجاست که وقت بزنیم. اینجا بوق بزن داریم اینجا ماشین بالا نیاد. نه این کلک نزنه باید. این بوقی محرم مفهوم خاصه. این هاشش خودش اینجاست. این دستم تکون داد. من میدونم این مادرزن آینده بود. من نظام بوده مجید مادرزن آینده. مجید دست تبریش. اینجا قبرستون قدیمی رفس که حاجی نوروز رو به درستون دارم. خدا بیامون اگه میری دارابیه تو اینه حالا اون جاده که دورم نامیره اون جاده اون بالای اون بست از اون دور میدیدیمش. اون درختی اونم اون نه کن اون چیزا رو میبینی اون بالا حالت لوله و منبع از اونجا میاد پایین میره تو خونه درختی. آره ولی الان تعطیله خونه درختی اونجاست. اون داشت درست میکرد که کلبه جنگلی که اصلا مسافر ببره اونجا فاصله یعنی منطقه جد همه جنگل میوه است. اینا درخت معمولی نداره به جز اینایی که سر اینجاست سر جاده است به عنوان حفاظه. اینا دیگه تمام نکن اون ایوان که ماشینا رفتن اون بالا. حالا ما میریم حالا برگشتن ایوان کم بهش میگن. آره ایوان که هرچی بهش برسن میگن. دو شاخه جود گفتم از اون پشت کوه از اینجا میره اون پشت کوه. اون قبلیه رو نگرفته بود این تایمش تموم شده بود نگرفته. پانی کجایی پانی پیدت نیست کشی باید نرده. اون جاده میره بالا اونجا دیگه کف صاف میشه تمام گندمکاری بخش اینجاست. در صورتی که این دره این بر اون دره اون بر همه دوباره باغ.
این یکی از جاده هاست که میاد تو باغا. حالا از اون بالا میره چند تا دیگه میریم تو باغ. اینجا یکی از باغامون اینجاست که میریم آده طرف این باغ. ناجی نوروز خدا بیامرز همه جا باغ داشته. اون چیزه اون به اون چیه؟ این پرنده چیه؟ اینا بلدرچی نیستن؟ اینا که چیزن؟ به اینا میگن گنجیش که اینجا دیگه مثل ملوچه بهش میگن. آخه گنجیش که ذره ریسر. آره هست همه چیز داریم. سار داریم درخته. من دارکوب داریم آقا مجید. پانیکو اینجایی؟ یه لحظه ندیدمت پانیک. این خاک نیستش. حالا تو بگو خاکه. خوش مگذره. این نمک بدم؟ چه مزه خوب. بیا این بالا بیا سیبامون رو نگاه کن. این چقدر خوبه. بیا من که گفتم سوراخ داره. والوزر زردالوه. اینقدر زردالو داشتیم. آره ببین این پر زردالو بود. نه تو همه چیزایی بشنست. زردالو بخوای واسه بکنم یه چند تا. تعارف نکن. بیا برم میبرم. درخت سفته تکون نمیخواد. دستی زخمی نکنه. داره نمیخوام مرسی. شده تو درخت. نه این دیگه فصلش نیست دیگه. این پر بود. بیا پرواز سنجاقکا رو ببین. بیا سنجاقکا رو ببین. بیا ببین این وره بگی آقا. سنجاقکا رو نگاه کن. مال مبلات دیدی پایه مبل و اینا. اینا درخته. اونا به درد اونا میخوره. خوب بود منصور وقت. عالی بود. وقت بهتر یا اسمان؟ عالی بود. وقت یا کانادا. آفریقا به نظر واسه عکاسی بهتر. آفریقا. شربت میدم تو دهاتی. شربت خاکی را آبلیمو. یه چیز قاطی در کرده بودم میدادم این خاکی داشت. چی اون دونه دورش داشت چیش میگن؟ تخم شربتی. تخم شربتی داشت. آبلیمو هم توش ریخته بود. یه تیکم تریاک کردم. آهنگ سیخ و سنگ. نه هایی میخوای با ماشین خودتانی با نه آهنگ چقدر مناظر بکر و چه مردمای خوبی داره. چه رفته بندر جنوبی ها خیلی خونگرم. خیلی خوشمون اومده. غذاشون هم خیلی خوشمون. آره غذاش. البته تنده غذاش. خب نه حالا تو شما تنداشو میخورید.
نه خوبه بزن شیشه ها رو بزن پایین ها بریزه یه چیز گرد خاک انرژی میخواستم دیگه ما کلا آدم پر انرژی انتقال میدم بگیم انرژی های مثبت تو ازت اینجا ولایت ماست اصفهان نیست که حدش کشش داشته که لااقل اصالت و مالی این منطقه از خودش خیلی این با کرونا رفتش اینجا یا سلام قبلا دیدی الان اینجا نمیتونستیم من میگم اصلا نمیتونست اینجا سخت خطرناکه سخت گیر میکنه اینجا تو دهات برشون من نیست ماشیناشو گیر میکنه این برام بر آخرش مجبور شدم یه دعای چی میخوندم یه زیارت عاشورا بخونم تو ماشین اونجا با بلنگو که یارو حواسش پرت نشه اینجا میدونم الان محله ماندارم اینجا اگه چشمه میخواید دستاتون رو بشونید نمیخواد بشونید آب تگری این آب تگری چشمه اینا خونه محمود خانه اینا اینجا خونه عمو اینا هم اونجاست اینو بعدیش هم هست اینا دیگه دست نمیتونم بزنم اینجا محرم غلغله‌ای بود مثلا این مسجد فرضا به شما شب آشورایی با مریم و درها همه اینجا رو پیاده اومدیم. از این کوچه بریم به اون بر بریم اینجا ارتای ماشین چیز شد از این نریم کجا؟ گیر کردی یه دفعه؟ همونجاست که با سر خوردی رفته برف بود آره حالا رفت اینجا پر ناکن اینجا پر برف بود از اینجا خواستی بری بالا؟ من میرفتم بالا هیلیز میخوردم اینجا ببین اینجا هیلیز میخوردم اینجا الان میخورد به این من گفتم این اجازه من نمیدونستیم اینجا هیلیز میخورد برف الان من دیگه نره دیگه خاطره بده ولش کن بابا داره میره این داره دیوانه گرفته این برفه آره ماشینه من نمیدونم چرا اون دفعه همینجوری فکر کرده گفت بپتی میگیر برف حد میرم این خونه عمه آقا مجیده این خونه عمه آقا مجیده فهمیدی؟ عمه فاطمه
الهی بمیرم آقا زیر قدم تو سر پناهم علم تو حاجتم شده حرم تو سارم شالا کربلا بخونم سارم جان آقام آقا حسین جانم جان آقام آقام حسین جانم همه دارن عشق بازی میکنن گریه میکنن حسین جانم جان آقام حسین جانم در تب و تابم از دم جانان تربت و خاکت دردم و درمان عشق تو مرز کفر و ایمان برو پراید آفرین پسر آچانم چطوری؟ همون که بخواست عکس بگیری ازش سید اکبر هم بود تو دخترم هم تو که تو داد نیارم من مثلا میام مگه مریم که پیاده میام اینجا پیاده رویم تو دهات میام خوشم میاد چون آشنا میبینی مثلا سیال و خالا رو مثلا میگه سلام علیکم اینم مغازه گدا علی که میای خرید میکنی مغازه تمیزه خیلی فامیلی قشنگی این مغازه تمیزه اینم تمیز نه این گدا علیه من فامیلیش مادرم گدا علی اسمشه گدای علی نه بالی بدیم رد نمیشه که رد میشه بگو رد میشه رد نمیشه یک گوش بده اونور نگاه کن یه ذره برو عقب ما اینجا تأسیسات اینم نونوایی اونم که دوماد آجی رضا هستن وحیده اینم تویتا پاترون میاد حالا خونه خودمون دیگه میبینیم ساده بودی مثل سایه مثل شبنم رو شقایق مثل لبخند سفیده مثل شب گریه عاشق بی تو شب دوباره آینه رو به روی غم گرفته پنجره بازه به بارون من ولی دلم گرفته واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم از تو می سرودم وقت راهی شدن تو کفترا شرامو بردن چشام از ستاره سوختن منو به گریه سپردن رفتی و شب پر شد از من و دل و پسی ها رفتی و منو سپردی
به زبان اصلسی ها واژه رنگ زندگی بود. وقتی تو فکر تو بودم عطر گل با نفسم بود. وقتی از تو می سرودم از تو می سرودم. نه گویایش خطه اینقدر دیگه فهمیده ساده بودی مثل سایه، مثل شبنم رو شقایق، مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب دوباره آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون من ولی دلم گرفته. واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم. عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم از تو می سرودم. خب در حال برگشت از وفس هستیم به سمت کمیجان، در حال حرکت هستیم. تحمل کن عزیز دل شکسته، تحمل کن به پای شمع خاموش، تحمل کن کنار گریه من به یاد دلخوشی های فراموش. جهان کوچک من از تو زیباست، هنوز از عطر لبخند تو سرمست. واسه تکرار اسم ساده توست، صدایی از من عاشق اگر هست. خب اینم از سفر بوس. خوشت اومد از سفر بوس؟ چرا خوشم نیومد؟ بنده خدا رفتیم، نازی یارم ازمون پذیرایی کرد، منو نسپار به فصل رفته نظر کمشم من از آینده تو. شهربازی به من فرصت بده گمشم دوباره توی باش بخشاینده تو. به من فرصت بده برگردم از من، به تو برگردم و یاره تو باشم. به من فرصت بده از کمیجان میریم به سمت فرمهین. دوچاره تو گرفتاره تو باشم. به من فرصت بده باز از سر بعدش دوچاره تو گرفتاره تو باشم. این یه وصیه داره میره مراسم اربعین گذشته از فرمهین به وفس. نزار از رفتنت ویرون شه جانم، نزار از خود به خاکستر بریزم. کنار من که وامی پاشم از هم، تحمل کن عزیزم. به من فرصت بده رنگین کمون شم، از آغوش تو تا معراج پرواز. حدیث تازه عشق تو هم من، به پایانم نبر از نو بیاواز.
منو نسپر به فصل رفته عشق، نزار کمشم من از آینده تو. به من فرصت بده گمشم دوباره توی آغوش بخشاینده تو. به من فرصت بده برگردم از من به تو برگردم و یار تو باشم. به من فرصت بده باز از سر نو دچار تو گرفتار تو باشم. به من فرصت بده باز از سر نو دچار تو گرفتار تو باشم. ساختموناشون رو خیلی بهتر ساختن، یعنی شما عین حومه تهران ساختمونا، اون اصولتر خیابونا. حتی مثلا این ساختمون آروم میرن، مثلا این ساختمون توی کمیجان ساخته شده. خب توی وفس ساختمون خانها یه مقدار قوانین ساختموناشون قشنگتره، ولی نه آنچنانی دیگه. خانی در کار نیست، اسما روشون مونده، وگرنه نگاه کن. این خارا رو میبینی؟ این خارا میره لای پراهای رادیات، در نمیاد دیگه اینا توش. با بدبختی میتونی درش بیاری. خب الحمدلله تا حالا چیزی به جلوی ماشین ما نخورد. اینه طوفان ها اومد طوفانه از این آره طوفان مسیرش رو عوض کرد، با سرعت 120 کیلومتر باد داره میاد. هیجان رو فیلم اینجا الان ببینم خار نگاه کن، خار برو بینم. برو آره رفتی. حالا پشت ماشین نباشه. نه نیست. چی میخواستم بگم؟ یا باید گاز بزن. حالا بذار ببینم چی میشه. الان در مسیر فرمهیم به آشتیان هستیم، مسیر بارندگی و طوفانی. الان دیگه از بارندگی زیاد خبری نیست و یه ذره باده یه تفرش هستیم و اثرات طوفان پر بشن ترانه ها زباره من بمونم خاکستر پروانه ها. چیزی بگو اما نگو از مرگ یاد و خاطره، کابوس رفتنت بگو از لحظه های من بره. چیزی بگو اما نگو قصه ما به سر رسید، نگو که خورشیدم که من چادر شب به سر کشید. شدید میشه کم کم. به نظر من بریم تو ماشین بشینیم. شما کاری تو بکن بریم تو ماشین. ما اومدیم توی ماشین نسکافه رو بخوریم. طوفان خیلی شدیدی شد. تو همین جایی که داشتم فیلم میگرفتم، طوفان بسیار شدیدی، طوفانی که تو مسیر بود الان رسید به اینجا. کن میده آره نبرتمون. نه بابا اینجا عادتشه این طوفان. خب خوش میگذره. شیرینی هم بیار بخوریم و بعد دیگه نسکافه رو بخوریم، حرکت کنیم به سمت آشتیان. به من که هم بستر تو اما فرار. طوفان شدیدی شد. این ماشینا خودشون که نمیرن، باد داره میبرشون. یارو پاش رو ترمز ولی باد داره میبرش. غزل بشن گلای ها نه حق
میخوای یه 4-5 دیگه بکنم یه مال مردم باشه. ببین دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما باز میخوریم بازم دیگران بکارن. خاک به توه. بزن بزن اگه اومد پایین بزن، اگه نیومد که بریم. ما الان در مسیر از چی بود اومدیم؟ آشیان اومدیم بیرون، فاتیر ماتی رو گرفتیم، داریم به سمت قم دیگه. اینجا مسیر آشیان قم